اهمیت مدار آخر در مدل اتمی بور چیه و این مدار آخر چه ارتباطی با گروه‌های جدول تناوبی داره؟ درود بر شما. من سلیم رش هستم و در این ویدیو یک یادآوری از مدل اتمی بور خواهیم داشت و اهمیت مدار آخر رو در موردش صحبت خواهیم کرد. در مدل اتمی بور پروتون ها که بار مثبت داشتن و نوترون ها هم که خنثی بودن در هسته قرار داشتن و الکترون ها که دارای بار منفی بودن در مداراتی به دور هسته قرار داشتن. ظرفیت مدارها به این صورت بود: مدار اول ظرفیت 2 تا الکترون داشت، مدار دوم 8 تا الکترون و مدار سوم 8 تا الکترون. ببینید در مورد مدار سوم اگر گفتن 18 تا الکترون هیچ ایرادی نداره. از نظر علمی اثبات این موضوع امکان پذیره، ولی یه خورده فراتر از کتاب علوم تجربی نهمه. پس ما هم به این موضوع نمی پردازیم، ولی هر دو درست هستن، یعنی چه بگن 8 تا الکترون و چه بگن 18 تا الکترون. منتها 8 تا الکترون بهتره، به خاطر اینکه بسیاری از ساختارها رو میشه به راحتی باهاش رسم کرد. بیایم برای اتم نیتروژن مدل اتمی بور رو رسم کنیم. نیتروژن عدد اتمیش 7، یعنی 7 تا پروتون داخل هسته وجود داره. این جایی که علامت میزنم اگر مثبت یا منفی نباشه یعنی این اتم خنثی است. پس در نتیجه تعداد پروتون یعنی مثبت با تعداد الکترون یعنی منفی برابرن. پس این اتم دارای 7 تا الکترونه. مدل اتمی بور رو بدون در نظر گرفتن پروتون و نوترون رسم می‌کنیم. مدار اول 2 تا الکترون و مدار دوم 5 تا الکترون. البته گفته بودیم 8 تا الکترون ظرفیت داره، ولی دیگه چیزی باقی نمونده چون کل 7 تا الکترون رو در 2 تا مدار قرار دادیم. مدل اتمی بور رو برای فسفر هم رسم می‌کنیم. عدد اتمی فسفر 15، یعنی 15 تا پروتون داره. وقتی این اتم خنثی باشه، یعنی بار مثبت و منفی نداشته باشه، پس تعداد الکترون هم برابر با 15. مدار اول 2 تا الکترون، مدار دوم 8 تا الکترون و چند تا دیگه مونده؟ 5 تا دیگه. پس مدار سوم رو رسم می‌کنیم و 5 تا الکترون در مدار سوم قرار میدیم. جمع کل الکترون ها شد 15 تا. این مدارات آخر الکترون ها هستن که به همدیگه برخورد میکنن و رفتارهای شیمیایی رو تعیین میکنن. برای فسفر مدار اول و دوم رو حذف میکنیم و میمونه مدار سوم که مدار آخره و 5 تا الکترون داخلش قرار داره. برای نیتروژن هم همین کار رو انجام میدیم. مدار آخر رو نگه میداریم و مدار اول رو حذف میکنیم. حالا مدار آخر فسفر و نیتروژن رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و میبینیم که هر دوشون در مدار آخر 5 تا الکترون دارن. پس رفتار شیمیایی این دو شبیه هم دیگه است و از یک خانواده هستند. حالا جدول تناوبی رو که نگاه کنیم میبینیم که این دو در یک ستون قرار دارن. میتونیم یک نتیجه‌ای بگیریم، این که اتم هایی که در یک ستون قرار دارن در مدار آخرشون تعداد الکترون یکسانی دارن. پس رفتار شیمیاییشون شبیه هم دیگه است.